سلام. به سفر خانوادگی ما خوش اومدید. من مسعود نیکدل و من شیما رئیسی هستم. ما یک خانواده هنرمند و گردشگر هستیم. اینجا استان سیستان بلوچستان، منطقه سیستان و شهر زاهدان. براتون شاید تعجب باشه که ما الان چرا لباس بلوچی پوشیدیم. جالبه که بهتون بگم بعد از اون قضیه که دیدید ما لباس سیستان و بلوچستان رو معرفی کردیم، این لباس‌ها رو مردم منطقه به ما هدیه دادن. اما یه چیزمون الان نمیخونه به بقیه‌اش. اونم چیه؟ پاپوش. کفشامون نمیخوره به اینا. باید الان بریم برای خودمون یه پاپوش مناسب پیدا کنیم. اومدیم تو زاهدان بازار و میریم ببینیم اینجا چی پیدا میکنیم. اولا مقدم خانومان دیگه قاعدتاً. بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. بریم. بازار قدیمیه که همه چی توش پیدا میشه. یعنی از طلا میتونید پیدا کنید تا اینجا سرویس بچه است. کلا اینجا هم که میبینید همه به قولی خرت و پرت هرچی از کش پیدا میشه، تلو گلسر و همه چی پیدا میشه. یه بازار قدیمی معمولا همه اینا رو همزمان با خودش داره. یعنی میتونید بیاید اینجا کلی چیزای مختلف خرید کنید. پیدا کردیم یه دونه رسیدیم. اینم یه مغازه کفش فروشی خوب، همش هم زنونه است. خوبید؟ سلامتی؟ سلام. این جوون خوشتیپه نگاه این کجا میری؟ بیا تو ویدئو نگاش کنید چقدر خوشتیپه. اصلا خیلی یه قیافه درست حسابی بلوچی اگه میخواید شما ببینید اینجاست. ماشاءالله. گفتین اسمتون چیه؟ محمد امین. آقا محمد امین. چند سالتونه؟ 15. خیلی عالی. معمولا از این سن شروع میکنم به کار کردن. کلا تو این منطقه اینجوریه که جوون‌ها میان پا به پای بزرگترها شروع میکنن به کار کردن که انشالله در آینده برای خودشون تجارتی به هم بزنن. خب حالا من دنبال یه پاپوش یا همون صندل میگردم. لباس بلوچی گرفتیم. آره، برای همین لباس که حالا تنمه منتها با کفش هم همخوانی نداره دیگه. کفش جدید آوردیم مثل اینا. این مدل هسته. این مدلشون هم کدوما رو شما معرفی میکنی؟ حالا رو یکم باید راهنمایی کنی. البته من خیلی نمیخوام زرق و برقی باشه، خیلی زرق و برقی مجلسی طوره دیگه، با این نمیتونم خیلی راه برم، فقط برای مجلسه. اینجا هم هست، این مدلشون هم هست. اینا هم خوب، ولی خب مسئله سر اینه که نمیخوام پاشنه دار باشه، حالت اسپورت داشته باشه، من راحت ترم. اسپورت باشه این مدل هم داره. این مدل سه رنگ اومده جدید هم هست. ولی بازم فکر میکنم خیلی راحت نباشم با اینا. خب مثلا این کفش به نظرم که فقط به درد عروسی و نامزدی و اینجور چیزا میخوره دیگه. یه جورای مجلسیه اینا. دقیقاً مجلسی طوره. یا اینا همش پر نگین و زرق و برقیه. خیلی خوشگله ها. البته با لباس ها خب ست بشه خیلی قشنگ میشه. دقیقاً اینجا مثلا اینجوریه که با رنگ لباس رنگ کفش رو هم ست میکنن. بعد اینا کیفشون هم هست میتونی ست کنی. مثلا این کفش هم خیلی خوشگله، پاشنش تقریبا میشه گفت مناسبه و روش هم یه پروانه خوشگل داره، ولی بازم من تو راه رفتن شاید نتونم خیلی. زیرش چیه؟ عربی طبیه. زیرش عربی طبیه، ولی خب چون انگشتیه من شاید پام پیچ بخوره. خب این مدل هم خیلی قشنگه. این مدل هم داره. خیلی دیگه مجلسی طوریه. ریشه های اینجاشو ببینید خیلی خوشگله. البته با کفشش هم این کفش با کیفش سته. در هر صورت اینجا انقدر تنوع زیاده که من واقعا گیج شدم، نمیدونم کدومو باید انتخاب کنم. ولی آقا محمد امین یه راهنمایی خوبی کردش و گفت اینها کفای طبیعی. دیدی آخرش افتاد. این مدلشون هم هست. آره. این کار طبیعیه و من فکر کنم که کاملا راحت باشه تو پاهم.
صندلمو گرفتم. حالا نوبت مسعود جانه که بره و بگرده صندلشو پیدا کنه. خب اینجا اومدیم یه بازاری که بیشتر کفشای مقدونی و اینهاست. میبینید که خیلی هم شیک و به قولی پر کفشای مختلفه، غرق میشی اگه بری داخل اینها. ولی من یه کفش خیلی خاص پیدا کردم که الان میخوایم بریم اونو ببینیم. بریم ببینیم. اینجاست داخل این مغازه. بفرمایید شما. یه مغازه خیلی جمع و جور و مرتب. بذارید اینو جمع کنم که دور میزنم ببینید. خیلی جمع و جور و مرتب ولی از سر و روش کفش میباره. خیلی باحاله. از این بعد شیما جان فیلمو میگیره و منم یه گفتگوی کنم ببینم توی این مغازه چه خبره. الان دیگه نوبت مسعود جان شده دیگه، صندلشو بگیره. بله میخوام نونوار بشم، از شر این کفشا خلاص شم. تو بازار که داشتیم می اومدیم این کفشی که الان میخوام براتون بگم چجوری پیدا کردیم. یه عزیز دلی رو دیدیم، کفشش خیلی خوشگل بود، به دل من چسبید. گرفتم و آوردمش اینجا تو مغازه و پیداش کردم و گفت من اینجا هست یه نمونش، بیاید اینجا ببینیم چیه. شما بیا آقا، اسمتون چیه؟ بلال. آقا بلال عزیز. گفتم اینجا همه جوونا مغازه ها رو میگردونن، تازه از ایشون سن پایین‌تر هم کلی مغازه ها رو میگردونن، سریع تجربه میکنن و چیزای خوب یاد میگیرن. اون چیزی که پیدا کردم اینه. ببینید چقدر خوشگله، ساده، قشنگ، دوردوزی با دست، چرم طبیعی، خیلی با کلاسه. فکر کنید مثلا اینو با پوتین، اصلا این یه چیز دیگه است، پاک کنی تمام لذت دنیا رو میبری. خیلی قشنگ. چنده؟ قیمت دیگه 400. تخفیف میگیرم ازش، مطمئن باشید تخفیف. اصلا سیستان بلوچستان که اومدید، زاهدان اومدید، بازار اومدید، بدون تخفیف خارج نباید بشید. شما بحثتون قرار شاید تخفیف بهتون ندن ولی شما تلاشتون رو بکنید. اصلا چانه زنی لازمه تو مغازه. مهم اینه که الان پاک کنیم ببینیم به پامون میاد چجوری، لذت بخشه یا نه. اجازه بدین این در بیارن، منم کفشامو در بیارم. بریم کفشامو در بیارم. الان من دو رنگش رو انتخاب کردم، پایین ببینید دو تا رنگش رو انتخاب کردم. منتها از این رنگ روشنه بیشتر خوشم میاد، خیلی حالت خاص‌تری داره. این البته قدیمی نماتر و سنتی تر به نظر میاد ولی این رنگ روشنه فکر میکنم حس بهتری دارم بهش. چرم خام. اینو باید آره. چرم چیه؟ خامه. این یکی چرم میگن چرم خامه. زرد چرم خامه، این یکی نه. آره فراوری شده است. بله. آها. کدوم یکیش بهتره از لحاظ دیگر دوتا؟ یکی نظر شما به دل شما باید بشینه. به دل من باید. الف باید به دهن بوزی شیرین بیاد. خب من این زرده رو بیشتر ازش دارم لذت میبرم، احساس خام‌تر بودن و طبیعی تر بودن دارم. یه نکته هست، یه چند تا مدل دیگه میتونی به من نشون بدی اینجا چجوری مردم مثلا چجوری کفشایی میپوشن؟ بیشتر الان جدیدن این مدل فروش داره تو این سبکا. آها ببینید اینا رو، مدلاشو چقدر تزیینات قشنگی با دوخت داره، ستاره داره، دورش هم با دست دوخته شده، خیلی تمیز و مرتب. از این یه شماره بدید من پام کنم اونو که من پسندیدم. ولی توی پا اینا رو ببینیم مثلا یه چیز دیگه است. من اینا رو همه رو یکی یکی پا میزنم، شما ببینید چی جوریه. چقدر خوشگله. این یکی قهوه‌ای تیره، بازم دستدوزی دور داره، خیلی شیک و مرتب. اینو پا بزنید شما. این که همینه. بله پای راستشو میگم پا بزنید. آره بذارید من بعداً همه رو پا میزنم بهتون یه کادر بسته خوب بهتون میدم ببینید. دیگه انگشتی دارید، یه مدل انگشتی هم بدیدم اونم پا بزنم. دمپایی هست انگشتی. دمپایی. بله دمپایی هم اینجا بین مردا خیلی مرسومه. انگشتیه یعنی انگشت شست پا میره تو این. یکی خانوما دیگه خیلی واردن، شست پا میره تو این دیگه برای اونایی که مقدار تنبل ترن دیگه. آره این مدل بله کفشای اسکیچر زمین مدل هم خوب میپوشن. آره یه مدل هم کفشای اینجوری مد شده که من اصلا خوشم نمیاد، نمیدونم چرا میپوشن. کتونیای اینجوری
اصلا اینا یه چیز دیگه است. هر چی سنتی تر با این لباس بهتر. یعنی الان من این کفشی که خودم دارم میگیرم چون یکی از دلایل اینه که خیلی سنتی و خوشگله، حس خوبی دارم، ساده است. پس اینا رو هم پا میزنم بریم. خب من که کفشمو خریدم و خیلی هم ازش راضیم. منم همینطور کفش خیلی قشنگ گرفتم و خیلی هم راضیم. یه نکته مهمی که باید رعایت کنید وقتی توی منطقه هایی مثل سیستان و بلوچستان میاد یا هر جای دیگه‌ای که لباسای سنتی خودشونو دارن اینه که حتما به اون فرهنگ احترام بذارید و سنت‌هاشون احترام بذارید. و سعی کنید که هر چیزی اگه میخواید بپوشید امتحان کنید اول آداب اون یاد بگیرید. ما دیگه با همراه با شما با آقا بلال که لطف کردن و با راهنمایی کردن ما رو از شما خداحافظی میکنیم و یادتون باشه ما ایرانیم.